یک بار به خدا گفتم که ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانی ماه نشانم بده. ساعت 3 شب بود، در گوشم گفت که 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گفتم یه چندرغاز عمری دادی، دمار من در بود، چی میخوای از جون من؟ در گوشم گفت آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، بر دل و جان نشانمت. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت. خودم میزنم زیرت، خودم میندازم تو دل رنج، خودم هم نگرانتم که بهت آسیبی نرسه. گفتم خب یه بارکد به من بده، چی میخوای از من؟ فرمود فقط این نکته رو تا آخر عمرت به خاطر بسپر، تمام راحتی بیرون تو قاتل رشد توه و تمام آرامش درون تو لازمه رشد توه. گفتم بهار تو و من کیه؟ بهار مشترک من و تو کیه؟ فرمود یادت نره، تو برای اولین باره که میخوای 50 60 70 80 سال بندگی کنی، من میلیاردها سال دارم خدایی میکنم. بیا یه بارم شده دستو بذار تو دست من، این همه دستت به سمت دیگران دراز بوده. گفتم چجوری دستمو بذارم تو دست تو؟ گفت هر وقت دست مردمو گرفتی دست تو دست منه، اون همون بهاریه که تو دنبالش میگردی.